من روی راست میگویم در دوره سویتی میتینگ‌ها گردمایی‌ها پراد دیگر فراوان بود، لیکن به جانب دولت و جمعیت فرضید دولت و جمعیت چنین نبودند. وقتی که اتحاد شوروی اونجا برهم دادن ما قانونی نداشتیم که تنظیم کنیم این چیزا. هر کس برآمد کوچه ها را پر کرد با دست و با مبلغ خارجیان بهمن فوریه سبیتی با خونریزی انجام. من دقیق میدونم که خارجی ها اونجا دست داشتن. اولین بار همون کوکتیل مولوتوف مردم ما و تماما نمیدونستی که او چی است. کوکتیل مولوتوف اگر خبر دارید رفیقای پیشتر اینجا دیگه در کمیته مرکزی انداختن، در تیریز انداختن، اونجا سوختار با آمار آوردن. کوکتیل مولوتوف اینجا مردم نمیدونست که او چی خیلی تیار میشه. اتتون قطعه بنزین و با کیمچی و بعد میندازه یک امارت میسوزونن. بازارا را سوزوندن. این همین بازار پوتومسکی تمام مغازه ها را سوزوندن. این یک دهشت بود. 91 سال همچنین به خونریزی، 92 سال به جنگ شهروندی تبدیل یافتین. برای من این قانون به نهایت مهم است. با این قانون دست دولت‌های خارجی را ما کوتاه میکنیم. در اینجا ما حقوق داریم و حکومت حق ندارد که میتینگ یا گردمایی یا دیگر چیزا منع کند. این حقوق کانستیتوسی تاجیکستان برای ما دارد. حکومت از کانستیتوسی پایان‌تر است. برای من ما حق داریم، لیکن باید دست خارجیان نباشد. در اینجا مبلغ خارجیان نباشد. امنیت دولت خودمان را به دست خودمان، هم حکومت یک طرف، اونهایی که اعتراض دارند نسبت به این قانون یا آن قانون یا کدام چیزهای اجتماعی نفقه باشد چیز، اونها حقوق داشته باشد و ما آزادانه اشتراک کنیم. به همین مقصد من پوره دستگیری میکنم این لایحه قانون را. تشکر.